و بالاخره داخل که ناتو آمده بود ما از آزاد ساختم. تو در کجا جنگیدی بگو برام؟ تو برای ما بگو ما در این جنگ جنگیدیم، اسناد برای ما پرد نداری اصلا. با کی بودی؟ چی وقت از این خواب دفاع کردی؟ چون موجود نبودی نه؟ وقتی که موجود نبودی که چی دفاع کنی؟ احمد شاه مسعود میاری بیادر میگه که روز جنگیده. ما یک دانه کتابم اینجا مانده به نام احمد شاه مسعود، پسان نشانش میتم شما ببینین که احمد شاه مسعود چی گونه با روز جنگیده. واقعا رو ببینین. ما با تعارف و با دروغی گپا رو نمیپذیریم. ولی از خدا تو بیا تانگای سوخته که در قندهار است ببین، تانگای سوخته ولایت شمالی رو ببین. بس 100 برابر تانگای سوخته روسا در قندهار بجا مانده. بیشتر 100 برابر بیشتر در هلمند تانگای روس مانده. 100 برابر بیشتر در فرا و در پکتیا و پکتیکا تانگای روس جا بجا مانده. بیا در جنگ چی کردی؟ ما کتاب بر نشان میتم، ما برات اسناد نشان همینجا نشان میتم باز پیش میریم. یک دقیقه ګرانه پښتنو دغه کتاب ټول ولولئ. دوی هیڅ چا سره جنگ نه دی کړی. صبر وکړه. یک دقیقه من نشانتم میدم. ما میایم سر کلی چیز سعی کنه. خب یک دقیقه دوستانو، خب یک دقیقه اینه احمد شاه مسعود او روسان وسله نشئی توکی او قیمتي ډبرې د سړي خیانت فقط ډاونلوډ کې هر پښتون باید وایي په پښتو ژبه باندې ده. دا کتاب په تاسو باندې ډیر فرض ده چې دا کتاب ډاونلوډ کړئ او په حقایقو باندې پوه شئ. خو اوس راځو اس کې خبره ده. خب میای سر میز عدالت که ما گپ میزنیم. در نخست ما با نام فارسی مشکل داریم چون فارسی نام یک جغرافی بود به نام پرشیا یا پرس که 14 کشور امروزی را احتوا میگرفت. نام یک جغرافیا بود، نام قوم نبود، نام زبان نبود. این نام جغرافی بزرگ گرفتی بالا یک زبان که از دری دزدیش کردی او را گرفتی بالای خود ماندی. این یک مشکل تاریخی است که ما حل میکنیم. یک موضوع دوم، نام ایران که از آریانا گرفته شده. ایران یعنی جایگاه یا سرزمین آریایی ها. آریا این نام بسیار بزرگ بود. این نام تو نمیتونی با 4 تا عرب بتی، 4 تا تازی زاده بتی. این نام هم بیادر ما کتش مشکل داریم. سیوم گپ جان بیادر، زبان امی زبان که شمال فارسی میگین این زبان از ماست. این زبان دری بود نامش چنج کرده این فارسی و کهنه‌ترین سند و الفهرست است. این همی زبان ما در هند برده بودم چون تو خود این پاچایی نکردی جوان. ما کردیم. سوری ها، لودی ها، خلجی ها و بالاخره دورانی ها. این زبان ما در اونجا بردم. خیر ببینم بردم. ترشی فعلا در هندی زبان است. شما خود نامش چنج کرده نیست. فعلا در پاکستان است و دیگه میگه است سرودی ملیش میارم 90% عربی نیست. باید در افغانستان هم این زبان نباشه. جان برادر قانونی برات میگم. زبان جعلی که شما میگین فارسی، ایران برش مبارک. لهجه تاجیکیش به تاجیکستان مبارک. افغانستان از افغان هاست. چون برات گفتم که افغان ها اسناد داره، سند داره، ثبوت داره. آثار بجامانده اسکندر مقدونی است. به می رقم از عربا است دواندهمش. به می رقم برادر عزیز از تیموریان و از مغول و به می رقم برادر عزیز از بابریان است. به می رقم آثار روس است. در کجا بودی؟ تاریخ داری نه؟ نداری او برادر. اگر من شما تاجیکا را میشناسم که تون زندگی میکردم، با خدا یک کتاب اگر داشته باشین 100 بار داریم میکشین. ولی به زور پروردگار یک کتاب غیر از این زبانتان گوز میزنین. فاس اوی گپ میزنین. اوی گرانه پښتنو یو شی زتا ستوان دا موضوع اول